درباره معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ایمان به آنها. ابو هریره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سوگند به ذاتی که جان محمد در دست توست، هر کس از این امت چی یهودی و چی نصرانی پیام مرا بشنود و بدون ایمان در رسالت من بمیرد از جهنمیان است. صحیح المسلم کتاب ایمان باب 9.